ملانیا ترامپ شخصیتی پیچیده و پر از حاشیه، دومین بانوی اول غیر آمریکایی تاریخ ایالات متحده است. اینکه ملانیا به عنوان همسر یک رئیس جمهور ایالات متحده به این مقام رسید، موضوعی است که توجه بسیاری را جلب کرده. در حالی که برخی ملانیا را به عنوان نمادی از زیبایی و قدرت در دنیای مد میشناسند، اما در زمینه اجتماعی و سیاسی نتونسته همانند دیگر بانوان اول ایالات متحده تاثیرگذار باشه. سلام، به کانال ما خوش اومدید. لطفاً دکمه سابسکرایب رو بزنید تا از کشف رازهای جدید و یادگیری چیزهای تازه عقب نمونید. ملانیا ترامپ در خانواده‌ای کاتولیک در یوگسلاوی سابق بزرگ شد. پدرش در اتحادیه کمونیست‌های اسلوونی عضویت داشت و مادرش در صنعت نساجی فعالیت می‌کرد. ملانیا در دوران نوجوانی به مدلینگ علاقه‌مند شد و در دهه 90 میلادی به ایالات متحده مهاجرت کرد تا حرفه مدلینگ رو آغاز کنه. پیش از ورود به دنیای مدلینگ در یک آپارتمان ساده زندگی می‌کرد. تحصیلات دانشگاهی ملانیا در حد دیپلم دبیرستان در یوگسلاوی سابق باقی موند. گزارش‌هایی وجود داره که او مدتی در دانشگاه لیو بلیانا در رشته‌های طراحی صنعتی یا معماری تحصیل کرده، اما به دلیل حرفه مدلینگ تحصیلات عالی رو رها کرد. هرچند تحصیلات رسمی او در مقطع دبیرستان به پایان رسید، اما شهرتش به واسطه حرفه مدلینگ و ازدواج با دونالد ترامپ بود. در دوران مدلینگ ملانیا تونست در برندهای مطرح جهانی همکاری کنه و عکسهایش در مجلات معتبر به چاپ رسید. برخی از منتقدان معتقدند که ملانیا هرچند در این عرصه موفق بود، اما به اندازه مدل‌های دیگه به شهرت جهانی دست نیافت. ادعاهای کارگری جنسی و مسائل جنجالی در مورد زندگی ملانیا در دوران مدلینگ همیشه از بخش‌های بحث برانگیز زندگی او بوده. شایعاتی وجود داشت که ملانیا در ابتدای مسیر حرفه‌ای خود به خاطر پیشرفت در صنعت مدلینگ در شرایطی قرار گرفته بود که به نوعی شبیه به کارگری جنسی محسوب می‌شد. این ادعاها هرگز به طور رسمی تایید یا رد نشدند، اما برخی رسانه‌ها و مخالفان ترامپ از این شایعات برای نقد او استفاده کردند. خود ملانیا هرگز به طور صریح این شایعات را تکذیب نکرد، اما در سال 2017 از روزنامه دیلی میل شکایت کرد که در مقاله‌ای او را به طور ضمنی به عنوان کارگر جنسی معرفی کرده بود. این روزنامه پس از پرداخت خسارت از بانوی اول آمریکا عذرخواهی کرد. در سال 2005 ملانیا با دونالد ترامپ آشنا شد و در سال 2006 شهروند ایالات متحده شد. این دو در ابتدا رابطه‌ای بی‌حاشیه داشتند و زندگی مشترکشون رو آغاز کردند، اما ازدواج آنها به سرعت به یکی از پرحاشیه‌ترین موضوعات خبری تبدیل شد. برخی منتقدان به تفاوت‌های سنی و طبقاتی بین آنها اشاره کردند و ازدواج آنها را محاسبه شده خواندند. شایعاتی مبنی بر این که ملانیا به واسطه رابطه با ترامپ به یک زندگی لوکس دست یافته در رسانه‌ها مطرح شد. زمانی که ترامپ در سال 2016 برای انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده نامزد شد، ملانیا نقش همسر سیاسی خود را آغاز کرد و در کمپین انتخاباتی او مشارکت داشت، اما بیشتر ترجیح میداد نقش کم‌حاشیه و حمایتی رو ایفا کنه. ملانیا درباره بانوی اولی خود در بخشی از مصاحبه‌هایش گفته بود: من خیلی سنتی خواهم بود، مثل بتی فورد یا جکی کندی. زندگی مشترک ملانیا و دونالد ترامپ در کاخ سفید به چالش‌های خاص خود دچار شد.
در این دوران گزارش ها حاکی از آن بودند که در ظاهر این دو زندگی موفقی دارند، اما پس از جنجال ها و رسوایی های ترامپ برخی از منابع از مشکلات درون خانواده ترامپ خبر دادند. این مسئله موجب شد که ملانیا بیشتر به حفظ حریم خصوصی خود بپردازد و کمتر در مراسم‌های عمومی در کنار شوهرش دیده شود. او پس از ورود به آمریکا همچنان به فعالیت‌های مدلینگ خود ادامه داد. او در دوران بانوی اول بودن چندین خط مد و لوازم شخصی رو راه اندازی کرد و برخی از لباس‌ها و برندهای او در سطح جهانی شناخته شدند. در ابتدا در سال 2010 یک خط تولید جواهرات و سپس در سال 2013 یک خط تولید محصولات مراقبت از پوست با پایه خاویار رو راه اندازی کرد، اما این بخش از زندگیش نیز مورد انتقاد قرار گرفت. انتخاب‌های او در زمینه لباس و برندهایی که می‌پوشید انتقادات فراوانی به همراه داشت. بسیاری از منتقدان به هزینه‌های گزاف ملانیا برای پوشاک و جواهرات اعتراض کردند و این رفتار را در تضاد با شعارهای ترامپ مبنی بر حفظ آمریکا و توجه به طبقات کارگر دانستند. همزمان با بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید به عنوان رئیس جمهور ایالات متحده در دوره دوم، ملانیا ترامپ نیز بار دیگر در مرکز توجه قرار گرفت. در این دوره او به ادامه مسیر خود در کنار همسرش پرداخته و نقش‌های خود را در جامعه و سیاست ایالات متحده ایفا خواهد کرد. ممنون از این که ما رو برای تماشا انتخاب کردید. لطفاً اگه از ویدیو خوشتون اومده لایک کنید و با سابسکرایب کردن کانال ما رو در تولید محتواهای بهتر و بیشتر حمایت کنید.